ای بالو پری آزاد نوروز مبارک باد، ای صبح دلی آباد نوروز مبارک باد. افسانه رنگین رو این هستی شیرین رو بر روی شما بکشاد، نوروز مبارک باد. درود به شما هموطنان عزیز و مهربان، امیدوارم صحتمند و سربلند هستید. شکرانه آن رو میکنیم که اینک باز به نوروز عجم، به عید اجدادیمان رسیدیم. عزیزان دل، این لحظه من قرار دارم نزد بهترین طربخانه شهر اصفهان، طربخانه ریحان، در عرفه عید سعید نوروز، عید واقعا هم اجدادیمان در این تالاری با شکوه، در این طربخانه زیبا باز برنامه زیبایی کنسرتی بهر فراغت و خوشحالی مردم عزیز و سربلند تاجیک تقدیم می‌گردد. عزیزان دل، در این لحظه های زیبا آمادگی‌ها برای برپا نمودن برنامه کنسرتی هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان، فرزند فرخنده اصفهان باستانی اسرائیل فیض‌الدینов و فرزند جگربندشان، شاگرد سزاوارشان، علوچی فرهنگی جمهوری تاجیکستان اسکندر جان فیض‌الدینов رفته ایستاده است. بیایید یک جای وارد تالار می‌گردیم و همه رو با چشمان خود می‌بینیم. رفتیم. امروز شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر هزار بود دلبران یکیست. من بهر آن یکی دل و دین دادم به باد، عیبم مکن که حاصل هر دو جهان یکیست. واقعا هم بهترین اشعار است و بهترین ترانه است از ایجادیات استاد صنعت هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینов. و دوستان عزیز، چون که شمایان این لحظه مشاهده کرده ایستادید، تالاری با شکوه طربخانه ریحان مالامال از مهمانان عزتمند، از مخلصان صوت و نوای اصیل استاد صنعت اسرائیل خان فیض‌الدینов است. و دوستان ارجمند، این لحظه من مهمانان عزتمند را که فکر میکنم از خوجند باستانی قدوم مبارکشان را به اصفهان باستانی ما نهادند، خیر مقدم میخونم. مهمانان عزتمند خوش آمدید. میخواستم بهر شمایان عزیز آمد فصل بهار نازنین، عید اجدادیمان نوروز عجم رو سر اول مبارک بادی گفته باشم. بگذار در خاندان شما همیشه پیروزی و نوروزی و خوشروزی ها باشد. این اصلا میخواستم از این شخصیت معتبر پرسان شوم که از کدام وقت این جانب شما مخلص هنرپیشه مردمی تاجیکستان حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینов هستید و اخلاصمندی شما؟ مرحمت. السلام علیکم اهل نشست، همه شما را اول از فرصت استفاده برده به مناسبت عید نوروز تبریک و تهنیت میگویم. تمام مردم تاجیکستان از نام همه شما تبریک میکنم. ما حاجی اسرائیل جان که از سال 1990 یعنی پرویز جان کنی پرویز جان همین توی سنتش به همون خواهشی همین که گفته بودیم، بعد از همه ما همین دوستی جانی هر یک تا جمع آمد و هر یک تا من وای به همراه من آن خانه ما به همین معرکه‌ای که میشد همش به حاجی اشتراک میکنن. همه آدم سرتاج کتی فرزندهای ما نبیره های ما کلان شدگی وایه برسیدگی ما به سرودهای حاجی یک روزی حیات ما تصور کرده نمیتونیم. سلامت باشتون همه هاتون، خوش آمدیدتون درگاه. به این درگاه بسیار هم محتشم بود است. ما امروز بار اول یک جای شینم باشد که خدا نظر کرده که باشد و دائم نظر خلق باشد، دائم پرپوری آدم باشد همین جهان. حاجی از نظر خلق دونشان دائم نظر خلق باشند. برای من هم میگویند کسی که باوری خلق را ارزنده میکردد به هر کس دوست رو هر خانه را زیبنده میگردد. البته گفته های استاد، البته بیانگری صمیمیت و مهر و محبت افزون خاندانشان نسبت استاد صنعت است. و اینجا مادران مهربان حضور دارند. واقعا هم جنت زیر قدم مادران است. این از من از مادران عزیز پرسیدنی هستم که از همه ترانه دوست داشته شما از ایجادیات استاد حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینов کدام است؟ کدام ترانهشون رو بیشتر و بیشتر شما دوست می‌دارید؟ مرحمت. مرحمت. اسرائیل جان همه سرود دوست داشتم، سرود مادر. میگویند بهترین ترانه‌ای که از ایجادیات هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینов دوست می‌داریم این
ترانه مادر است. واقعا هم بهترین ترانه ها رو بهر مادران زمزمه نمودگی هستند. استاد به کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامه دامادی میدوزی به صد نیت، که روزی توی دیده در قد من بشکنی ارمان. مادران عزیز، تمنا میکنیم که فرزندان جگربند شما صحتمند باشند و البته از خوشبختی و سرفرازیشان شما ارمانهای قلبی خود رو بشکنید. سلامت باشید، خوش آمدید، نوروزتون خجسته باشد. سلامت باشید. السلام علیکم عزیزان دل. چون که شما مشاهده کرده ایستادید، این لحظه من به حجره وارد گشتم که آنجا استاد عزیز ما هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینов و علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان فرزند عزیزشان اسکندر جان فیض‌الدینов اهلی گروهی سازوآوازیشان و البته یکی از دوستان بهترینشان حضور دارند. استاد عزیز خوش آمدید. بار دیگر قدم های شما نوری دیده ایم و این لحظه از جانب مخلصان چند سوال ها پیشنهاد شده است، میخواستیم از شما پرسان شویم. نخست مخلصان عزیز شما که واقعا هم دوستداری صنعت شما، دوستداری خصلت‌های بهترین انسانی شما است، از سلامتی شما پرسان شدن. استاد شما در عرفه نوروز عجم خود را چگونه احساس میکنید؟ روحیه شما چگونه است؟ البته شکر خدا سلامتی ناز است. این خودش یک انسان گاه بیمار میشه، مریض میشه، گاه صحت میشه، لکن من وقتی که داخلی یک کنسرت میشم نزد مخلصان میشم، باور کنید این خستگی و سلامتی رو از خاطر میبره. گویا که اون 18 ساله اسرائیل، گویا که همین این از سطح تحت دل افتادم. زنده باشید. الهی خداوند قبول فرماید، تمام کسری هم فراموش میشه. اگه درباره که پرسیدم فهمیدن از سلامتی پرسیدید، میشد این انسان میشد بیماری میشد چی میشد، شکر خداوند همش پسی سر شد، صحت سلامت ایجاد کرده، خلق خدمت کرده گشت. زنده باشید استاد عزیز. ما نیز بهر شما صحتمندی کامل رو همیشگی تمنا میکنیم باشد که شما همیشه پاینده باشید به بخت صنعت اصیل تاجیک. استاد عزیز و ارجمند، یک زمره مخلصان عزیز شما در عرفه عید نوروز که خود یک رمزی نوگانی ها هست، رمزی تازه کاری ها است، پرسان شدند که در عرفه عید نوروز و از نوروز تا به نوروز نو چی نوگانی ها در فعالیت ایجادی شما رخ داد و چی تازه کاری ها را شما راه اندازی نمودید؟ تشکر. عمر انسان چند سال عمر میبیند، چند سال زندگی میکنند، این خداوند میداند. بله. لیکن در انسان های هستند که در بسیار عمری خداوند طولانی کلان دادگی در عمرشون یکون برای منفعت خلق، برای ملت یا برای چیزهای کم میمونند. لیکن بعضا انسان های هستند که در طول عمر کوتاهی خود یک دنیا گویا یک عصر چیزهایی که باقی میمونند که برای آینده خلقیت بسیار تکانی علمی میتید، تکانی کاری میتید. یک شعر هست که یک شعر خوشرو هست میگوید که ما باید در حیات شعاری من همین است که از روز باید سال کرد، از سال باید عصر کرد. ما باید از روزا ما استفاده بریم، از هر یک ساعت و دقیقه های گذشته استفاده بریم، چون که نمیدانیم که پگاه چیکار میشود. استفاده هم برای همین بریم که فقط برای نفع جمعیت باشد، برای نفع خلق باشد، برای نفع آنی که از خود نام نیک مانده باشد. نوروز این زنده شوی بیدار شوی طبیعت است. انسان مثل یک گل یا مثل یک درخت نیست که هر سال یک بار پژمرده شود و باید از نو زنده شود. انسان یک بار به دنیا می بیاد، یک بار از آن می رود و برای انسان خداوند عقل و فهم و فراست دادگی، بسیار چیزهای دادگی است که انسان در حیات خود کوتاه خود دراز خود می تواند در خود بهشت خود را انتخاب کند. و این بهشت آن چیزی است که آن چیز نیکی هایی که برای خلق میکنه به فکرم همین را خداوند میکنه. خیر از این بهار تا این بهار البته از روی گفتی من فهمید که ما بسیار حرکت میکنیم که هر سال من جنبش میکنم چیکار کرده باشم.
البته اگر وزن ترازوی بسیار کار کردگیم بسیار چی باشد من بسیار خرسندم که سالی بسیار پربرار شد. یعنی که دوستانی عزیز از نوگانی هایی که استاد از نوروز تا به نوروز بهر شمایان آموده نمودند در برنامه کنسرتی امروزه البته شما آگاه خواهید شد در هفته هنرنماییشان. البته دوستانی عزیز و ارجمند از نام هر یک شمایان بهر استاد صنعت هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان استادان حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینов جهانی سپاس بیان میکنم بهر پاسخهای واقعا هم عمیقشان. و این لحظه پهلوی من قرار دارند اسکندر جان فیض‌الدینов ادامه راهی با شرفی پدر. میگن که میراث پدر خواهی علم پدر آموز که مال جهان خرج توان کرد. با دو روز واقعا هم استاد بهر اسکندر جان راهنما هستند و ایجادیاتی که اسکندر جان پیشکشی مخلصان اصیلی خود میسازند از این درک میدهد. و این دم سوالی که مخلصان درخواست نمودند این است که اسکندر جان آیا عاشق است و عشق از نگاه اسکندر چیست؟ مرحمت. تشکر زیاد. اولا سلام خود را برای تمامی بینندگان برای تمامی هموطنان عزیز میرسانم که ما رو هم از داخل کشور هم از بیرون از کشور تماشا میکنند. تمامی مردمی تاجیک را به مناسبت عید نوروز تبریک میکنم. بگذار تا به نوروز دیگر همه ما خداوند باز رساند. البته همه ما عاشق هستیم. عاشق چی هستیم؟ مهر الهی است، مهر خداوند است، مهر به والدین است، پدر مادر، به وطن. البته به عشق زندگی کردن این معنا ندارد. عشق بر زندگی، عشق بر حیات زیبا همین است. زنده باشد. چون که استاد در یک ترانه زیبای خود می‌سرایند دوستان تا عمر باشد هر بهار عاشق شوید. بهترین ترانه است و ما نیز تمنا می‌کنیم که اسکندر جان هر بهار نو و نو تازه و تازه شما عشق داشته باشید، عاشق گشته باشید به هنر والای خود با مهری تازه. و اینچنین اینجا یک سوالی غیر چشمداز نیز به ما اونده رسید. نخستین برآمد شما در صحنه هنر اسکندر جان کی بود و کدام ترانه را شما سروده بودید؟ تشکر زیاد. نخستین برآمد من همچون اما از خردی راستی گپ صنعت رو که دوست می داشتم برآمد میکردم، لیکن همچون چی میگن قدم های خود رو همچون صنعتکار موندگی با سرودی که پدرم خونده بودن آرایش جوانی هم عشق تو بود. این هم اولین سرودی بود که همین سرود که من بس صحنه هنر قدم گذاشتم. زنده باشید. اگر امکانیتش باشد کمی زمزمه میکرد همین ترانه رو به طور زنده. مرحمت. آرایشی جوانیم عشقی تو بود و مرد، گلبانگ شادمانیم عشقی تو بود و مرد، بالم دیگر شکسته و اوجم نشسته است، پروازی آسمانیم عشقی تو بود و مرد، پروازی آسمانیم عشقی تو بود و مرد. زنده باشید. بهترین ترانه است. باشد که بله همین سرود این سالهایی که ایجادیات که اگر وقتی سال 83 باشد رحمت بابا اسکندر خان بسیار دوست می داشتن. در دم آخران کسلی هاشون در سری و ایشان بانین بیماریشان بسیار حافظی های میمانم قرتشه و بسیارتر همین سرود گوش میکردن. با عجایبی کار همین است که اسکندر خان به همین سرود دست زد با طرز خود خان و با همین سرود بین مردم آبرو گرفت. بله. گویا با دعای بابا همین سرود اسکندر خان شد. بله. حاضر من خانم پرسیده میخوام. زنده باشید. البته برای شما همیشه اجازت است. چون اون ترانه‌ای که اسکندر جان فیض‌الدینов ایجاد میکنند البته با راهنمایی شما از ترانه‌های شما الهام گرفته زمزمه میسازند. و اسکندر جان سوالی نوبتی چنین است: موفقیت از نظر شما، هنرمندی موفق، فردی موفق از نظر شما کیست؟ تشکر زیاد. موفقیت در
هم در ساحه ما دور نمیریم چی است این البته وقتی که ما مهنت میکنیم وقتی که ما از پی ایجاد یگان سرود میشویم وقتی که اون سرودی ما چی میگن از ته دل برآمد وقتی که سرود ما صمیمی ایجاد کردیم و یک شنونده هم رو مقبول کرد این البته موفقیت است چون که نه همه اون سرودهایی که پیشکش کرده میشن برای خلق پسند میآید بسیار کار دشوار است برای همین از فکر من موفقیت این محبوبیت خلق به دست در آوردن است در صنعت ما. саломат бошед ва дӯстони азиз суоли охирине ки аз ҷониби шумо пешниҳод карда шудааст ман бозам пурсон мешавам фикр мекунам ба ин суол нафаре ки барномаҳои консертии искандар файзиддиновро тамошо мекунад ё ин ки клипҳояшро тамошо мекунад ман фикр мекунам ба ин суоли худ ба осонӣ посух мегирад чун аз қиёфаи зебояш маълум аст ҷавоби ин посух ва бозам пурсон мешавам мухлисони шумо дархост намуданд ки бо кадом намуди варзиш шумо сару кор доред ва оё бо варзиш умуман сару кор доред шумо марамат бале чун санъат ин бо варзиш бисёр робитаи зич дорад чунки санъаткор ҳам бояд ҳам ботилан ҳам зоҳиран бояд симои зебо либоси зебо ҳам дар вақти мисол суруд хондан бисёр варзиш агар машғул нашуда бошед сурудхонӣ душвор мешавад чун чӣ мегӯяд нафаси пурқувват дар кор барои ҳамин албатта ба варзиш шуғл меварзам ҳамроҳи дӯстон вақт ёфтам ба футбол чӣ мерем бозӣ мекунем лекин ба тамрини обутоби бадан ҳам машғул мешавам шавқи зиёд дорам дӯстони азиз шояд дар ояндаи наздик искандарҷон файзиддинов на танҳо ҳамчун як сарояндаи маҳбуб сарояндаи муваффақ ҳирфаӣ ва инчунин шояд ҳамчун як варзишгари ҳирфаӣ муаррифгари миллати тоҷик шояд ки хоҳад гашт устоди азизу арҷманд барои як суҳбати пурмуҳтаво барои шумо барои ташаккури зиёд устод саломат бошед ду искандар нишаститон соҳиби номи худ боштон шумо номи бисёр бузург доридон ман бисёр ман мефахрам ки як искандар фарзанди ман ҳастӣ дар байни мардум маҳбубият дорӣ ман ҳам дуо карда будам орзу дорам ки соҳиби номи худ бошитону фақат писанди халқу писанди ман бошитон ташаккури зиёд устоз бо дуои шумо зинда бошед ташаккури зиёд мегӯем бори дигар ба искандарҷон файзиддинов ба меҳмонони иззатманде ки ин лаҳза моро ҳамроҳӣ намуданд дар барномаи зебои консертӣ дар барномаи зебои наврӯзие ки дар пеш доред баҳри шумо илҳоми тоза ва албатта хушҳолии кулли мухлисонро хоҳон ҳастем ман як чизро гуфтани ҳастам агар сиргапӣ нашавад ман бисёр бар аҳамият медиҳам ба кадом санъаткора бурду бохташа лекин бисёр вай шудам ки бисёр хурсанд шудам вақте ки инҷа ташкил кардан райҳон ин райҳон як дар саҳна мегӯм инҷа ба бисёр корҳои нек кардам ҷои сохтмон кардам лекин ҳамин барои ҳамин ҷоро муаррифӣ кардан барои ба навор гирифтан ба халқи на фақат исфара тоҷикистон ба дунё муаррифӣ кардан ин меҳнати режиссёр аст ва касан шогирди асили ман ҳастанд абдуҷалол ва бурборӣ мехоҳам яке аз режиссёрони бо маҳорат ман ҳайрон ҳама ман дуокаригиҳо бузургам омади кор кардам зинда бошед устоди азиз мегӯянд ки бузургонро бузургон зинда медоранд ин дуоҳои чун як фарди бузурги миллати тоҷик аст ки кулли шогирдон дар ҷодаҳои фаъолияти худ муваффақ ҳастанд устоди азиз поянда бошед ташаккури зиёд зинда бошед ва дӯстони азиз бори дигар хотиррасон мекунем ки ин барномаи зебои консертӣ роҳандозӣ шудааст аз ҷониби тарабхонаи бошукӯҳи райҳон дар ҳамкорӣ бо шабакаи ютюбии ҷалол муминов ва студияи ҷалол сарбаланду ҷовид бошед бӯи ҷон меояд имрӯз аз нафасҳои баҳор дастҳои пургуланд ин шохҳо баҳри нисор бо паёми дилкаши наврӯзатон пирӯз бод бо суруди тозаи ҳар рӯзатон наврӯз бод шаҳр лабриз аст аз лабханд аз гул аз умид то ҷаҳон боқист ин оин ҷаҳонафрӯз бод
سلام و درودی سرشار از مهر و محبت شادی ایثار هر یک شمایان باد. عزیزان دل و دیده، همدیاران ارجمند، خانمان و جنابان گرامی قدر، سراول مقدم مبارک یک و یک شمایان رو به طرف خانه با شکوه ریحان از صدق دل خیر مقدم خوش آمدید. نوری دیده و تاج بر سر میخونیم. سلامت باشید. سرخوشم از این هنر، من دوستدار صنعتم، زین سبب با جان و دل مشغول کاری صنعتم. عزیزان دل، چی خوش است که ما با شما باز هم به نوروز رسیدیم، باز هم به بهار تازه روزگار رسیدیم. طبیعت رنگ دیگر را گرفته است، همه جا سبز پوش و همه جا شکوفا است. اعتماد کامل دارم الهام تازه را گرفتند روح و جان انسان ها. و عزیزان دل، در این عرفه سعید رهبریت طرفخانه با شکوه ریحان در همکاری با استودیوی جلال، شبکه جلال مومینوف در یوتیوب تصمیم گرفتند یک برنامه زیبای نوروزی، یک برنامه زیبای کنسرتی را تقدیم هر یک شمایان نموده باشند. البته ملت تاجیک با فرزندان فرخنده خود، با فرزندان برومند خود در عرصه عالم، در عرصه صنعت عالم افتخار میکند و از جمله هنرمندی بی مثال تاجیک، فرزندی فرخنده ملت تاجیک عزیز، البته هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان، استاد حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینوف از زمره آن فرزندانی هستند که ما و شما دوست می‌داریم، محبوب هستند و با هستیشان افتخار میکنیم. دوستان عزیز، هرچند شام ایدانه باشد هم استاد برای خوشحالی مردم عزیز دیارمان، برای خوشحالی هر یک شمایان یک برنامه سرشار از مهر، سرشار از عشق و صمیمیت را تهیه نمودند و این لحظه با یک مهربانی و عشق و صداقت تقدیم البته توجه زیبای هر یک شمایان می‌دارند. دوستان عزیز و ارجمند، سرودش بزم شاهان را خوش آید، گره دردمندان را خوش آید. اینک در صحنه هنر، هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان، استاد صنعت حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینوف، زیر تنین قرصکای گرم شما. نوروز مبارک باشد براتون. طبی خوش رو خواهد هستیم. خوش آمدید. مرحبا استاد، افتخاری مردمی تاجیک، افتخاری اسفره بستان. مرحبا. تشکر. غرض از سیر و سیاحت طلب دیدار است، ورنه نان و نمکی در همه جا بسیار است. میگوید مهمانای عزیز، آن شخصیت هایی که بی موسیقی حیات خود را تصور کرده نمیتوانید، آن شخصیت هایی که موسیقی را دوست می‌داریدان، باوری دارم وطن را دوست می‌داریدان، آبادی را، زیبایی را. من اولا هر یکی شما را به این طرفخانه‌ای که در آن رشته اولینش همراه شاگردادر عزیزی من مانده بودیم نیت کردیم که همینجا انشاءالله بطور میکنیم و خلق عزیز دعوت میکنیم، کنسرت میکنیم. از همینجا کی درات که نیتوی پاک کرده بارونده رود، همش به خدا رساند افته. اولا مخصوص بسیار طلب کردن که در شهر اسفره در همین طرفخانه با نام ریحان، این خاص نام اسفره هست، برای چی استاد حاجی اسرائیل برآمد نمیکنند گفته. و من بینم اگر من سانیتر برآمد میکنم، گفتم نوبت من نرسیده است. من سالم ترازو 21 مرد بمیگیریم، روز نیکترین، چون که شب و روز برابر است مثل ترازو. همین شب نیت‌های پاک میکنیم همراه خلق، همین شب یادگی رو دعا میکنیم، سرود میخونیم، رقص میکنیم، تا که همین آمده سال همین خیال گذره. اساسش همین که اگر وطن ناتنج باشد، از گلوی ما یگان چیز نمیگذرد. برای دعای اولین برای تنجی امانی وطن میکنیم، دعای اولین برای تنجی امانی اهل و عائله ها ما میکنیم.
دعا میکنیم اون شخصیت هایی که دور از وطن برای وطن مهنت کرده ایستادند صحت سلامت باشند، بر وطن برگردند. و دعا میکنیم سرور وطن عزیز ما را که ما را به چنین حالت آوردند، به چنین دسترخوان آباد آوردند. و خلاصه خدا ما را دعا میکنیم، شکر میکنیم، شکرگزاری میکنیم. من از نام کلی صنعتکاران، شخصا از نام خودم، هر یک شما را با فرارسی نوروز عالم را حجستپای، نوروزی که پیشوای معظم ملت با جد و جهد خود به تمام عالمیان نوروز جهانی اعلان کردن، از صدق دل تبریک میکنم. سلامت باشید، خوش آمدیتون، نور دل تاج سر. سلامت باشید. اینجا مهمانا از خودجان، از خستیورز باستانی، از کانیوادام، از خود ایسفره، برادرای ما طبیبای حالی میگم که آشتیانو چقدر خلق و مهنت کردن. خوش آمدیدان بار دیگه تای سر. ما من همراهی اهل صنعت، همراهی اسکندر خان کم میباشد هم در خدمت شما هستیم. میرزا قربانی صالح، عمر حافظ، شخصیت هایی که بودن صنعت ایسفره و نام خود را، نام ابدی خود را گذاشته رفته بودند. در شش مقام گریم اگر اوج زیبافری میگم، اوج بلندترین شش مقامی که در تمام دنیا میسراید همون شخصیت ایسفرگی هستند با نام زیبافری. این فخر ما ایسفرگی ها هست. یا غژک نواز مشهوری تمام مشرق زمین، شادروان استاد عزیز ما میرزا قربانی صالح بود که مثل آن کس حالا یگان نفر این خیر نوا برآورده نمیتواند. بیایید که عرفین نوروز است، از نوروز عجم آغاز کنیم با موسیقی مرحوم استاد عزیز میرزا قربانی صالح. خوش آمدیتان، نور تاج سر. سلامت باشید. İşte hesap şuma var. اینجا آزا حالا ممکن شما سرود بخوان تا من به بسم الله الرحمن الرحیم رفتیم.
تری از من نیابی در محیطی بی غمان مشفق تری از من نیابی در محیطی بی غمان مشفق تری از من برام دردی دلی زارم که ناهم اور می سوزم که ناهم اور می سوزم برام دردی دلی زارم که ناهم اور می سوزم که ناهم اور می سوزم طبیبی هم نیابیمش فقه حاضق تری از من برام دردی دلی زارم که ناهم وار می سوزم طبیب نیابی فقه حاضق تره از من تمامی اون جایلا یکی خود را در این دنیا خود را در این دنیا نیابی در جهانی به وفا صادق تری از من دادم نیابی بر مزار لایق تری
زادی پری از من نیابی بر مزاقی خیشتن لایق تری از من بله رحمت بچه جون بیره های من قدر اخستی ورز یک قرصه این های الله هاشون هم سرودی من که تکلان شده مادره عزیز سلامت باشتم مهدیه بانو نیبری من کنی اینجا بیا دخترم همین مهدیه بانوی این پهلوی که خودش اینجا بیا مهدیه بانو چند تا باباته سه قرصک زنید و 3 تا باباشن مهدیه بانو بابای میانه شما مهدیه بانو اخلاص بینیتی وقتی خداوند فرزندتون کرد به من سوال دادن حاجی بابا چی نام مولدی برتان آمدن مهدیه بانو من این روزی مولود شما روزی 16 بودن تبریک بگم دخترم من همون اما که باباشون شد دست دومی برداریم سیاد سلامت باشه توی به همه میردن خدا خواهد همین گروه من خدا میتیم خیلی با دیگه خوشگره میدید قصه مادر کلان و کنج گرمی صندلی هرگهی که یاد می آرم دلم گم می زند دلم گم می زند باز پیراهی مرا بر سوی دهم میبرد بر دماغم باز بوی نان مادر میزند بوی مادر میزند
مادرم در نوبهاری زندگی بر وقت رفت، ما را بعد خود گویا برای درد و غم. زنده ها از هم نمی میرن، زنده ها از هم نمی میرن، فهمیدم کنون زندگانی سخت شد به دست نرمی مادرم. نان گرم و آب سردی چشم را پزمان شدم، مادری ره انتظارم نیست در دنیا کنون، نیست در دنیا کنون، نیست در دنیا کنون. اهل ده یاد داره، یاد داره تا کنون، نزد آشم می روم گفته گریستن های من. دردمی دروازه با چشمانی نرم و انتظار، با امیدی باز دیدی نشستن های من. دردمی دروازه با چشمانی نرم و انتظار، با امیدی باز دیدی نشستن های من. ای مادرم در نوبهاری زندگی بر وقت رفت، مادرت صحرا در رو رفت است آید بیگهی، مادرت صحرا در رو رفت است آید بیگهی. گفتم می شست مامایم با آبی دیده رو، طفل بودم طفل بودم بر کلانها فندی من مشکل نبود. مادری ره انتظارم نیست در دنیا کنون، نیست در دنیا کنون، نیست در دنیا کنون. برگ های زرد افتادن از شاخی درخت، پشته بالای دهی ما برآمد از درخت.
کرته الوانی کرته الوانی بینی درفگران نتافت مادری من هیچ دیگر بر نیامد از درو آبی سرد و آبی گرم و نانی گرم و آبی سردی چشم را پزمان شدم مادری ره انتظارم نیست در دنیا کنون نیست در دنیا کنون نیست در دنیا کنون گر برفتی مادرم بالای سر خورشید مان در برم خواهر برادر در دلم امید مان کمپری همسایه در بالای 10 فرزند خوب دست مهرش بر سرم ماند و مرا فرزند خان کمپری همسایه در بالای 10 فرزند خوب دست مهرش بر سرم ماند و مرا فرزند خان ای مادر کلام و کنج گرمی صندلی هرگه که یاد می آرم دلم گم می زند 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 سلامات باشم سلامات باشم یک گفتنی هستیم که من شکر خداوند همه از خداوند چی طلب کنید به وطن صادقانه خدمت کنید خلق خود را دوست دارید خداوند چی نیت دارید همش به میرسانه افسوس که وقتی که پدر مادر فرزند تربیت میکند باوری دارم همه جا پدر مادر داشتیم زندگی از پشت چی؟ از پشت آن است که فرزند رو به وای رساندن وقتی خداوند نعمتی بی‌بها میدهد فرزند ما وظیفه دار هستیم که فرزند رو به وای رسانیم ما وظیفه دار هستیم نیت میکنیم که فرزندم این یا آن شود یا حافظ شود یا شاعر شود یا کسب نفس شود یا طبیب شود پدر مادر عزیز همون یکم ساعت‌های دقیقه فقط نیت میکند میخواند مهنت میکند حتی عرابه کشی میکند عرابچه میکشاند پول جمع میکند برای فرزند یگان روی مادر روی دنیای ندیدیم که داغ فرزند خود رو بد دیده باشد گرچند که فرزند تماما در جمعیت پسترین جان را اشغال کرده باشد گرچند که فرزندش دوز است چی است برای مادر فرزند است بعد از خداوند یگانه مهربانترین بخشاینده ترین شخص معجزه برای هر یکی ما این مادر است پدر است برای همین
من در پیش خود رسالتی که در پیش خود دارم، این سند هم یک چیز معجزه است که خداوند نبر که میتید. آواز وقتی خداوند به سراینده آواز میتید، در نزد خداوند جواب دادن در کار. برای چی به تو آواز دادم؟ به خلق چی خدمت کردی؟ خلق به چی ها گفتی؟ خلق را با عاقب خود به چی راه های نیکی بردی؟ برای همین اولا من شکرگزاری میکنم که آواز دادم، بعدا شکرگزاری میکنم که گرچنده که کمتره که باشد هم نزد شما برآمد میکنم درباره پدر، مادر، وطن، عشق صاف. خیلی خلاصه شاید یک ذره سرودهای ما هم تاثیر کند و آن شخصیت هایی که پدر مادرشون در حیات هستند، در حیات بودن به قدرشان رسیدن در کار. بعد از رفتن نه. بعد از رفتن میبینیم همه پولاشون 4 تنگ زیاده شد. البته میبینیم که سری قصری پدر مادرشون همه خیلی ایموره ساختیان که به هیچی به لازم نیست. هر چیز کارهایی میکنه که هیچ چیز به لازم نیست. برای همه میخوام که در زندگی پدر مادر به خدمت کنیم. و خلاصه میگفتن همین بودم که مادر بیچاره پشتاره کرده من میبردم، پوچکه میبردم. ما پدرهای اینقدر برباداری گندم بینیم که لکه در اسلام گفته که بار مردک بدارد، لکه ما زنها میبدارد. اکو با یک درجه که فرزند عزیز میرسد، خداوند الهی هر یک پدر مادر عمرشون دراز کند و مادر میره، پدر از دنیا فانی میره، فرزند بر یک درجه که پدر مادر خواسته بود آمد. لیکن از همه چیزهای بهترینی که اون باید که مادر را آمده آغوش کنه. مادر جان من به این سخت رسیدم، مادر جان من حافظی چی شدم، یا من معلمی چی شدم. گوید ان افسوس پدر مادر پدر دنیا میگن از دنیا میره. آنچه که پدر مادر برای فرزند میکنند این البته ثواب جاری است تا روز قیامت. البته رفتار و نیکتی ما روی ارواح پدر مادر عزیز را شاد میکنیم. سلامت باشتم مادر و پدر، سلامت باشتم. اینجا باید از خدا ترسیم میگویی. از خدا ترسیدن این هست که کسی که از خدا ترسد دوستی را نزد میبرد. کسی که از خدا ترسد به وطن خیانت نمیکند. کسی که از خدا ترسد پدر مادر را حرمت میکند. کسی که از خدا ترسد به قول اسفرگان نان و نمک خورده نمکدام توف نمیکند. خلاصه کسی که از خدا میترسد بنده خدای آزار نمیتید. گر مفتی و مولایم باید ز خدا ترسیم. سلامت باشه. اینجا استاد گفته بودن که عمر حافظ زیباپری گفته فخر گفته آغاز کردم. اینجا به نیبیره هاشون هم حضور دارم. خوش آمدید تا مگم نور دید تاج سر. سلامت باشید. گر مفتی و مولای باید ز خدا ترسیم. گر قاضی و مولای باید ز خدا ترسیم. گر عاشق شیداییم یا بیهود و رسواییم. گر عاقل دنیاییم باید ز خدا ترسیم. گر عاقل دنیاییم باید ز خدا ترسیم. سلامت باشتم. سلامت باشتم.
صد همدم و همراز است امروز به ما، اما در گور چو تنهای باید ز خدا ترسیم. گر مستی می نابیم، گر مستی لبی یاریم، گر از همه بالاییم باید ز خدا ترسیم. گر مستی می نابیم، گر مستی لبی یاریم، گر از همه بالاییم باید ز خدا ترسیم. با این همه دانایی، با این همه دارایی، در زیر زمین جای باید ز خدا ترسیم. با حسن و جمال خود مغرور نباید شد، گر از همه بالاییم باید ز خدا ترسیم. گر رستمی دنیاییم داننده فرداییم، هرچند تواناییم باید ز خدا ترسیم. گر رستمی دنیاییم داننده فرداییم، هرچند تواناییم باید ز خدا ترسیم. گر عاقل دنیاییم باید ز خدا ترسیم. گر از همه داراییم باید ز خدا ترسیم. سلامت باشید. مخصوص برای ابو عثمان جان هست که استقاز باستان آمدن. مادر است و مادر است و مادر است. سلامت باشید. رقص کردن هم ممکن، سروی رقصی برای مادرها. اسکان دفعه میکروفون بگیر. در جهان گر بخت باشد مادر است، گر بهشتی نقد باشد مادر است. در جهان گر بخت باشد مادر است، گر بهشتی نقد باشد مادر است. دولتی ما تخت باشد مادر است، مادر است و مادر است و مادر است. دولتی ما تخت باشد مادر است، مادر است و مادر است و مادر است. یعنی مادر رو به یک قرص از اون رفت شما بیرون برای با قرص زنیم بگو. آن که عمری او دعاگویی تو هست، در خیالش دیدنی روی تو هست. صدقه چشمانی ابروی تو هست، مادر است و مادر است و مادر است. صدقه چشمانی ابروی تو هست، مادر است و مادر است و مادر است.
دوست دارد تو را، مادر است تو، مادر است تو، مادر است. در جهان گر بخت باشد مادر است، گر بهشتی نقد باشد مادر است. دولتی ما تخت باشد مادر است، دولتی ما تخت باشد مادر است. مادر است تو، مادر است تو، مادر است. مادر است تو، مادر است تو، مادر است. سلامت باشن، سلامت باشن. رحمت، رحمت خدا. اسکندر خان، خیلی اسکندر خان. اسکندر خان فرزند خدا ما، یکی از راوی ها، بهترین آواز خوشش ها. انشاءالله ما دعا کردیم بچه خاکسار، آوازدار، فرهنگ بلند. فقط این شب من بقیم بین دو اسکندرها میتونم. پیوسته سرت سبز و دلت شادان باد، جان و دل عاشقان ز تو خندان باد. استاد عزیز، هر کس که شما را بیند و شادی نکند، سر زیر و سیهگلیم و سرگردان باد. آن نفرانی که شادی میکنند یک قرصک بلند و افتخاری استاد عزیز. نوروز است، پیروزی است. استاد همیشه سربلند و جاوید باشید. با بخت ما، با بخت ملت تاجیک، با بخت صنعت تاجیک. سپاس بی پایان. زنده باشید استاد گرامی قدر. بیا تا مونیسی هم، یاری هم، غمخواری هم باشیم. انیسی جانی غم فرسوده و بیماری هم باشیم. شباید شمعی هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم. شود چون روز دست و پای هم، در کاری هم باشیم. بیا تا مونیسی هم، یاری هم، غمخواری هم باشیم. عزیزان دل، باری دیگر مقدم مبارک هر یکی شمایان را به طرف خانه ریحان خیر مقدم میخونیم. بهرتان طبع خوش و بالیده فراغت نوتکراری نوروزی را خواهان هستیم. واقعا هم با فرا رسیدن بهار عالم افروز، با فرا رسیدن نوروز عجم، هر یک انسان در دل امید و آرزوهای نو رو میپرورد. نیتهای نو رو در قلب خود از متعال، از خداوند متعال طلب میکند. و چون که استاد ارجمند اینجا ذکر نمودند، آرزو میکنیم که تمام آرزو و نیتهای نیک شما، تمام آرزو و نیتهای نوروزی شما عملی بگردد و خداوند متعال تا به نوروز دیگر ما و شما رو با پیروزی ها برساند. عزیزان دل، اینجا چون که ذکر نمودیم، استاد عزیز و ارجمند ما، هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینов همراه فرزند عزیزشان، شاگرد سزاوارشان، علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، سراینده محبوب دلها اسکندر جان فیض‌الدینов محفل‌آرای شام نوروزی شما هستند. با قرصک‌های گرمتان اسکندر جان فیض‌الدینов رو به صحنه هنر مرحبا می‌کنم. خوش آمدید. تشکر زیاد اسکندر جان. اولا السلام علیکم پدرای عزیز، مادرای گرامی قدر، خواهرکا، دادرای عزیز. من باری دیگر خودمی هر یک شما خوش آمدید میگویم. یک و یک شما را ما که در روز جشن نوروز عالم افروز قرار داریم، همه شما را با این عید بزرگ تبریک میکنم. بگذار خاندان هر یک شما فقط همین روز خرسندی باشد. بعد از من استاد، بعد از پدر سرود خواندن برای من خیلی دشوار است، لیکن تا حد امکان حرکت میکنم که برای شما سرودها سرایده باشم. اینجا اسکندر جان پیش از همین برنامه آغاز کردن یک سوال داده بودند. اولین سرودی که شما خواندید و صحنه برآمدید، این البته سرود آرایشی جوانی هم عشق تو بود است. این سرود هم خودم دوست می‌دارم و هم خدا رحمت کند بابای عزیز من همین سرود بسیار مخلص بودند. من از زیر کفگوبی شما همین سرود کتی اولین سرود ما آغاز میکنم. سلامت باشید. چرا از وعده خود دیر کردی؟ هوس‌های دلم را پیر کردی. بسا بگذشت بر من جبری تقدیر.
تو جبری بدتر از تقدیر کردی. چرا از وعده خود دیر کردی؟ آرایشی جوانیم عشقی تو بود و مود، گلبانگی شادمانیم عشقی تو بود و مود. بالم دیگر شکسته و اوجم نشسته است، پروازی آسمانیم عشقی تو بود و مود. پروازی آسمانیم عشقی تو بود و مود. اکنون دلی دلاورم خون گریه میکند، امید این جهانیم عشقی تو بود و مود. من چون درختی تیرم بی برگ و بی نوا، امیدی بی خزانیم عشقی تو بود و مود. امیدی بی خزانیم عشقی تو بود و مود. اکنون سری مزاری دل فریاد میکنم، اکنون سری مزاری عشق افسوس میخورم. وقتی نکوی و تالیم عشقی تو بود و مود. وقتی نکوی و تالیم عشقی تو بود و مود. آرایشی جوانیم عشقی تو بود و مود. گلبانگی شادمانیم عشقی تو بود و مود. گلبانگی شادمانیم عشقی تو بود و مود. تشکر زیاد. سلامت باشتن. هزار رحمت. ما که دیر نشده است، ایدی هشتم وقت قید گرفتیم، من از فرصتی مناسب استفاده برده دیر باشد، اما یکی شما مادر عزیز تبریک میکنم. من مخصوصا برای همین ایدی عزیز، ایدی مادرها شده، من یک سرودکی نو ایجاد کرده بودم با احترام خواهرکای عزیزم. بعدی مادر مهربان هر یک انسان خواهر است. مادر عزیز سلامت باشتن. من اگر خواهشمندا باشند میتوانند این سرود را رقص کنند. برای شما مادر عزیز سلامت باشتن. مرحبا. شعر بر قلمی یک دوست عزیز ما بختیار جان عثمان تعلق دارد از دهه وارق زمین. مرحبا. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و همراز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و همراز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما، خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما. قیمت از این، قیمت از آن، قیمت از جان خواهر است. گرچه دارد خانه و
کاشانه و فکری زیاد، لیک فکری دادری خیش دل پریشان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. ما ندانیم گاه درد و گاه درد و رنجی و لیک نرنجد اوزی ما چون دل فروزان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور می گردیم زیوه، لیک در دل بحری ما دایم دعا خان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور می گردیم زیوه، لیک در دل بحری ما دایم دعا خان خواهر است. همچو ما در مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو ما در مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است. تشکر زیاد خواهر عزیز، سلامت داشتم. من مرحمت اکو سرودهای رقصی میخونیم. مادرای عزیز، پدرای گرامی قدر، همتون با رقص به دعوت میکنم. من وفق طلبی امیکی عزیزم، تو را خدا برایم آفریده است. خدا برایم آفریده است و قسمت هم نباید
تشکر زیاد سلامت داشتم خرسکایشان برای دو تا خواهرک عزیز من سلامت داشتم هزار رحمت توی ای به عهد و به پیمان مرا بگذاشتی رفتی برای شما تو ای به عهد و به پیمان تو ای به عهد و به پیمان مرا بگذاشتی رفتی به مهر و به ایمان مرا بگذاشتی رفتی مرا بگذاشتی رفتی تویی به عهد و به پیمان مرا بگذاشتی رفتی رو به ایمان مرا بگذاشتی رفتی بلا گردانی جان بودی بلای جان شدی آخی بزری چرخی سرگردان مرا بگذاشتی رفتی قسم روی قسم خوردی برای عشق غم خوردی در آخر با هزار ارمان مرا بگذاشتی رفتی لبی بر زاب لبهای تو را بوسیده بودم من به ساحل دور از طغیان مرا بگذاشتی رفتی سامان مرا نشناختی افسوس در این پهنای به پایان مرا بگذاشتی رفتی زمان عاشقت بودم زمان لایقت بودم دریغا چون دل آزاران مرا بگذاشتی رفتی تویی به عهد و به پیمان مرا بگذاشتی رفتی تو ای به مهر و به ایمان مرا بگذاشتی رفتی بلا گردانی جان بودی بلای جان شدی آخی و زیری چرخی سرگردان مرا بگذاشتی رفتی مرا بگذاشتی رفتی مرا بگذاشتی رفتی هزار آمد تشکر زیاد زنده باشید. برای اسکندر جان فیض‌الدینов این دم من از نام مخلصان جهان سپاس بیان میکنم چون که استاد قید نمودند همیشه ارزنده و زیبنده اسم شریف خود باشید نسب شریف خود باشید انا این قرصک های زیبا برای شما است در جلوی سنت همیشه سربلند باشید زنده باشید بهار آمد
بهار آمد ز عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و هم ناخن همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سرفارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. عزیزان دل، واقعا هم در این لحظه های زیبا از آن جانب اقیانوس باشد هم صدای ما و شما را هموطنان عزیز ما، هم ملتان عزیز ما میشنوند با گوش دل، با گوش جان. پس دوستان ارجمند تمنا سازیم آن نفرانی که این دم در مسافرت هستند و این برنامه زیبا را تماشا کرده ایستادند، تمنا میکنیم شما نیز همیشه تنصیحت باشید، سربلند باشید، در هر جای دنیا که باشید نامبرداری ملت عزیز خود، نامبرداری دولت عزیز خود، تاجیکستانی صاحب استقلال خود باشید. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. بله دوستان عزیز، شکرانه هر خس و خاری این وطن عزیز، این وطن اجدادی رو بگوییم باشد که نوروز عجم، فصل بهاری نازنین و وطن عزیزمان باز هم شکوفایی، باز هم آبادی و به مردم عزیز تاجیک خوشبختی و سربلندی آورده باشد. و چون که پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان ذکر نمودند، در هر یک برآمدهای خود شکرانه انا همین سرزمین، شکرانه انا همین دیار نازنین را همیشه روی لبان داشته باشیم. عزیزان دل، بهر همه شمایان طبع خوش و بالیده را خواهان هستیم. البته برنامه زیبای کنسرتی نوروزی ما و شما ادامه دارد با تمنا، با ترانه‌های بهترین استاد صنعت، هنرپیشه محبوب تاجیک، استاد عزیز و ارجمند، هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی اسرائیل خان فیض‌الدین. مرحمت با خرسک‌های زیبا استقبال می‌گیریم. نوروز خوشسته باشد. مهمانان عزتمند از کنج و کنار جمهوری تاجیکستان بار دیگر خوش آمدید. مرحمت. تشکر. سلامت باشتم. خچی میگوید اسکندر خان شاگرد پسر فرازی بلند، اینجا بسیار شاگردا هستند، ظفر جان، شوقت جان، عبدالرحمن شمسی، همهتان خوش آمدیتان. نور تاج سر، سلامت باشتان. اول سخن آغاز میکنیم از وطن. در کجایی که نباشیم بر من سوال میدادن اسرائیل جان برای چی شما در دوشنبه زندگی نمیکنید؟ در دوشنبه زندگی کردیم، آموختیم از استادان بزرگ. شکر خدا که اون وقت صنعتکاری اصیل برنایت ایساقو بودن، الله اللهیف، شایسته مولا جان و استاد جاروی مرادوف، علی جان سالیف. ما از آنها سبق آموختیم در قطار صنعت و اصل و آداب، شنوخیز، چی گفتن چی شنیدن. و یا خوشبختی من در آن است که هر هفته یک بار همراه فرزند استاد صدرالدین عینی، استاد کمال عینی و استاد مهربان ظهوردینوف مرا دعوت میکردم و صحبت میکردم. شاید صحبت های آنها ما را باز به پیش تیره داد تا که چیزهای پست نخوانیم، چیزهای به خلق نزدیک را خوانیم. چونکه ملت ما به تمام دنیا چقدر شاعر و کلاسیک های پرت است که ما گپ‌های کوچگی خوانیم. اینجا درباره یک چیز میگم. گپ را آغاز کردیم برای چی؟ در کجا؟ برای به فکر من در کجا زندگی کردن فرق ندارد، خود در دوشنبه، خود در خوجند یا در اسفره. در کجایی که مهنت کنید، صاف مهنت کنید، صنعت اصیل داشته باشید، خلق خودش میبردارد. خداوند هست، شاهد است. وطن ما همچنین وطن است که به قدر صنعت و صنعتکاران میرسد. شکر چنین وطن را میکنم. لیکن اینجا
دوره های خینترین از ملت ما حاضر دنیا گذرانده ایستاده است. بیماری، یک بیماری خودش نشان داد که وطن چی است و دور از وطن چی است. بسیاری شخصیت هایی که خیلی نان و نصیبشون رفته میهنت میکنن در روسیه، در امریکا، در دیگه جات کاری میهنت میکنن، البته برای زندگی رفته میهنت میکنن. من یک شعار هم بود که امیری بی وطن خوار و حقیر است، گدای گرد در وطن میرد امیر است. یعنی به اهمیت داده باشتن بسیاری شخصیت هایی که اگر در همون روسیه پاسپورت داشتند و پرپسکشان بودن و با نام روسیه بودند، بر واقع نقصتر نگاه کردند. و آن شخصیت هایی که هیچ دکومنت نداشتند ناز نگاه نکردند و واقع کی سود کرد. با برگشتن تاجیکستان آمدن، در تاجیکستان آب و هوا کتی. من اینجا به برادر عزیزی من، دوست قیامتی من که من شب و روز همراه بودم، همون شب و روزها اکوی عزیزم اکوی طیب‌الدین یک قرسنگ میزدن سر دختری شهر اصفهان. اگر راستی گپ من قریب 1.5 سال است که این کس شب و روز میهنت میکنه، من شاهد بودم. خواب رو نمیدانستن چی. خدا مهربانی فرمود و شماره بیمارانی که در اصفهان بودن، این البته با امر خدا است، لیکن با مهنت شب و روزانه شاگردان آن کس در اصفهان همین چیز در حقیقت از همه صفری کم را نشان داد. من برای همین اعضام همه شمایان به طبیبان با سروری اکو و از همون فراششان سر کرد تا اکوی همشان میندار هستند که بی مسکه باشدن در آنجا نگاه کردن. همون وقتا لازم بود جان خود را به خدا سپرده مایه نجات دادن. سلامت باشید اکو، لیم تنصیحت باشید، آباد باشید. من میدانم که آبروی شما اصفهان تا دوشنبه تا دیگر جاهای بالا برداشت، ما دائم یارو دوستان پهلوی شما در حقیقت وطن دوست هستید. همین که از یک سرود دوست می‌دارم، غزل خواجه حافظ مخصوص امیر خوانده میتیم با دوام میتیم. این بعد نکی رقص هم کرده میشه مجده عیدی. همون طرف بسیار اکتیو نبودید. فهمیدم راه براتون چه شوق جا مزه شون نی. مجده ای دل کی دیگه هر بادی سبا شاد آمد، خود خوش خبره از طرف سبا باز آمد. برکشه مرغی سهر نغمه داوودی رو، برکشه مرغی سهر نغمه داوودی رو، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. زبانی سفسم تا بگوید که چرا رفت و چرا باز آمد. مردمی کرد و کرم بختی خدا داده ای من، کار بودی سنگ دل از راهی وفا باز آمد، کار بودی سنگ دل از راهی وفا باز آمد. از دمی صبح داغی دل بود و
ببین که بسول از دری ما باز آمد مجده ای دل مجده ای دل که دیگر بادی سبا شاد آمد هدهد خوش خبره از طرف سبا باز آمد برکش ای مرغی سحر نغمه داوودی رو برکش ای مرغی سحر نغمه داوودی رو سلیمان گل از طرف هوا باز آمد که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. اکو یاد می‌بیاریم دوره هایی که اسکندر خان گفتن که همون دوره های ایجادیاتی پیشتره سرود هست. استاد ظفر ناظم خدا رحمتشون کنن عضو توش گرداندم بسیار دوست می داشتم میگفتن که اسرائیل بچه‌ام سرود سه خیل می شود سرود می شود که یک بار گوش میکنی هیاهویا میکنی فقط از خاطر میبرد سرودی است که یک سال دو سال بین خلق میگردد لیکن سرود ایجاد میکنی که تا فهمیدن خلق مشکل میشه بعدی که خلق به معنی سرفهم میرود تا آخر عمر و سرود پیر نمیشود. در قطار این سرودها در کجایی که نباشد همین سرود خانه مگر همچون نو قبول میکنند یک 60-70% سرودهای همه قبول میکنند. این سرود همه دوست میدارد. سی با نام کلیم بیاران بودن یادتون همین ممکن توی شما نده همین سرودهای خواندگی ما میگه که اینا میگه که نگوید یاد به نبیان که داماد هرکو یادتون یک بیارتون نکنید. تو باشی و کنار آبشارا غیچه که بلنده کن غیچه که بلند کن تو گل و سه برگه و سفتی هزارا انا یکی تا نی چوپازیش که ما سرایم بمانند شبی کلین بیارا نی چوپازی شکی ما سرایم بمانند شبی کلین بیارا خزگو تو باشی و کنار آبشارا گل سه برگه و سفت هزارا نی چوپازی شکی ما سرایم بمانند شبی کلین بیارا نی چوپازی شکی ما سرایم بمانند شبی عروس بیارا های گیتار برگه و سفت هزاران نه یک شیراز عشق ما سرایم بمانند شبی کلین بیاران نه یک شیراز عشق ما سرایم بمانند شبی عروس بیاران تو
روی تو ماندم تو باشی بود کنار آبشاران گل سه برگه و سفت هزاران نه یک شباز عشق ما سرایم و مانند شب کلین بیاران نه یک شباز عشق ما سرایم و مانند شب عروس بیاران و مانند شب کلین بیاران برای بابای عزیزشون ها بایی بابار دولتاش بسد شبم هم دولت و ثروتاش بسد شبم بایی بابار دولتاش بسد شبم هم دولت و ثروتاش بسد شبم حالی اگر مدد کند بر منی مسکین بایی بابار دختراش شکرین کنم حالی اگر مدد کند بر منی مسکین بایی بابار دختراش بساییم شبم بای بابار دولتاش بسد شبم ای دختری نازنین بر منم نگر من کی فقیر بچه‌ام دل ندارم اگر بابار دولتاش بسد شبم خدایا 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 مکن یاری من از من جدایا شنمار پیچد اگر یاری نباشد هم صدایا سودم در گلو شنمار پیچد اگر یاری نباشد هم صدایا بای بابار دولتاش بسد شبم هم دولت و ثروتاش بسد شبم بای بابار دولتاش بسد شبم هم دولت و ثروتاش بسد شبم بای بابار دختراش کلین کنم لاله ها دریاله ها مشعل شده مایسه ها دریانه ها بخمل شده کوزه بر دست دخترانی آتشه در سری سرچشمه ها معطل شده در بهاری عشق و امید و هوس تو چرا از من گریزم عشق من آبرویم صدقه نام تو باش عشقی چشمم را بریزم عشق من
صد گریز اشکی چشمم را مریزان عشق من تو چرا از من گریزان عشق من تو چرا از من گریزان عشق من اگر سخیلا اینا نماینده شما زمین که کار میکنن یا کارمند زمین دی من از کارمند زمین از نام شما خوندم از شما تعریف میکنم داماد پرویز جان عزیز سخن میکنید اینجا خواهر عزیزی من طلب کردن دیه یادی من در دیه ماند این سرود تاریخش هم گفته میدیم تولید این سرود وقتی که ما با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این نه فقط برای من بود این برای اسفرگا بود به عنوان بالاترین سند هنرمند مردمی تقدیم کردن هم از خرسندیم گریم اومد هم از خرسندیم خندیدم و شکری همه دیهات کردم وطنم کردم که این دعای نیکی شما بود که به چنین مرتبه بلند خداوند با واسطه پیشوای معظم رساند تولیدش همین بود یادی من در دیه همان برای خواهرای عزیز برای هر یک شما مرحمت گوش کنید شگرمش یادی من در دیه ما بچگی و خنده و فریادی من در دیه ما رفتم از راه و شگرمش یادی من در دیه ما بچگی و خنده و فریادی من در دیه ما من تنی برش آوردم زی کوهستان بشر من تنی برش آوردم زی کوهستان بشر رشه من شاخ و بنیادی من در دیه ما ای رشه من شاخ و بنیادی من در دیه ما های شهر پا با احتیاط هر طرف شولانی همچون بادی من در دیه ما گر سرودی را سرایم زیرم یک فریادی زیغم و آزادی من در دیه ما یک فریادی زیغم و آزادی من در دیه ما
گوری مادر بهترین استاد من در دیغمان گرچه آوردم درون شیشه دل یاد او گوری مادر بهترین استاد من در دیغمان گوری مادر بهترین استاد من در بیهمان گوری مادر بهترین استاد من در بیهمان من یک سرود میخوانم نگی برای بعدی من تکرار میکنیتم فهمیتم اسفرگی ها ای بهشتم ای بهشتم ای بهشتم وجود با اسم اسفره ای مرزی پاکی سرنج رقص میکنیم وای با فقط یستر برای رقص برای شکرانه اسفره وطن عزیز ما مرحبا هر ساکتی یپ انگشترینی به محبت جنتی روی زمینی در میانی بهترین ها خوبترینی ای بهشتم ای بهشتم ای بهشتم اسفر ای مرزی باقی سر نوشتم ای بهشتم ای بهشتم ای بهشتم اسفرم ای مرزی باقی سر نوشتم چاپورچه جای راحت ایست راحت دل برانه دل را با او با نزاکت مردمت مهمان نواز و با نزاکت ای بهشتم ای بهشتم ای بهشتم اسفر ای مرزی باقی سر نوشتم ای بهشتم ای بهشتم ای بهشتم اسفرم ای مرزی باقی سر نوشتم تو زمینی راستان و باستانی خانه خورشید و ماهی آسمانی شونه یاگانت و تاریخ جاودانی ای بهشتم ای بهشتم ای بهشتم اسفرم ای مرزی باقی سر نوشتم ای بهشتم ای بهشتم ای بهشتم اسفرم ای مرزی باقی سر نوشتم اسفرم ای مرزی باقی سر نوشتم اسفرم ای مرزی باقی سر نوشتم من راضی نیم فیلم موسیقی برای یک کلمه نگویتون سفرگاه من ناراضی برای ای بیشتم بیشتم ای بیشتم اسفرم ای مرزی باقی سر نوشتم 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 سلام علیکم سلام علیکم البته وقتی که مردمی عزیزی توجیک همین گونه سرجم باشند با هم دیگر مهربان باشند نه تنها اسمی اسفره باستانی رو بلکه اسمی هر یک منطقه تاجیکستان رو همین گونه به لب بیاورند و ای بهشتم بگویند باوری کامل دارم
ин биҳишт боз ҳам зеботару боз ҳам ободтар мегардад. азизони дил, ин лаҳза ман мехостам достонеро баҳри шумоён пеш оварам. ин албатта достон аст, лекин бисёр мазмун ва мантиқи бойро дорад. медонед, достон қалби зебо ном дорад. дар як диёре як ҷавон назди издиҳоми зиёди одамон меояд. мегӯяд: эй мардум, ман аз ҳама қалби зеботаринро дар ин минтақа дорам. қалби ман зеботарин аст. мардум тааҷҷуб мекунанд, иҳота мекунанд, сарҷамъ мешаванд назди ин ҷавон ва ба қалби ана ҳамон ҷавон ки иддаои қалби зеборо дорам мегуфт назар мекунанд. дӯстони азиз, қалби он ҷавон воқеан ҳам зебо буд. ҳеҷ як камбудиеро надошт ва мардум ҳам вақте ки ба қалби зебояш назар карданд, гуфтанд: оре, эй ҷавонмард, ту қалби зеборо дорӣ. ҷавон бошад, аз ин тасдиқи мардум илҳом мегирад, ифтихор мекунад ва боз бо як ғурури тоза мегӯяд: эй мардум, ман зеботарин қалбро дар ин минтақа дорам. дар ҳамин лаҳза як пирамард аз назди ана ҳамин интиҳом мегузашт, аз назди ана ҳамин гурӯҳи одамон мегузашт ва наздиктар меояд, ба қалби ҷавон назар карда мегӯяд: эй ҷавон, медонӣ қалби ту зебо аст, лекин қалби ман аз қалби ту дида хело ва хеле зеботар аст. ҷавон ки дар авҷи ифтихор буд, дар авҷи худситоӣ буд, ба қалби он пирамард назар мекунад. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ кунед, қалби он пирамард пур аз захмҳо буд. ҷойҳое буд дар он қалб ки шикаста буд ва ҷойҳое буд ки ба ҷои тиккаи қалбаш тиккаи қалби дигарро пайваст карда буданд ва он тиккаҳо бузургӣ мекард ба қалби он мард. бозам нуқтаҳое дар он қалб вуҷуд дошт ки умуман холӣ буд ва он қалб хело ва хело зуд бо ҳаяҷон тапиш дошт. ҷавон тааҷҷуб мекунад, табассум мекунад: медонӣ пирамард, қалби ман солим аст, қалби манро бибин, чӣ қадар бузург аст, ягон камбудиро надорад, пас зебогии қалби ту дар чист? пирамард бошад, бо як самимият, бо як дард мегӯяд: медонӣ, он тиккаҳои қалбе ки ба қалби ман пайваст шудааст, ин аз муҳаббати самимии ман нисбати инсон, аз муҳаббати зебои ман, аз ишқи зебои ман шаҳодат медиҳад. чунки ман тиккаи қалбамро баҳри инсоне ҳадя намудам, ҳамчун рамзи меҳр, муҳаббат, дӯстдорӣ, ва ӯ ҳам тиккаи қалбашро ба ман ҳадя намуд ва он тиккаҳои бузург ҳанӯзам дар қалби ман аён ҳастанд, маълум ҳастанд ки аз ӯ ба ман мирос мондааст. он минтақаи қалбам ки шикаста гаштааст, он ҳамон минтақае ҳаст ки ман нисбати инсонҳо умиду орзуҳо доштам, ниятҳои нек доштам, боварӣ доштам, лекин эшон боварии маро сазовор нагаштанд ва қалби маро бо як дард шикастанд. ва бозам ту мебинӣ он нуқтаҳоеро ки умуман холӣ ҳастанд. он нуқтаҳо ҳамон нуқтаҳое ҳастанд ки ман ба хотири муҳаббат, ба хотири дӯстдорӣ баҳри азизонам ҳадя намудам, лекин онҳо аз канори ман дур ҳастанд, тиккаҳои қалби маро пас надоданд. пас бубин, ин ҳама шикастанҳо, ин ҳама холигиҳо ва ин ҳама заъфҳо туфайли меҳру муҳаббати ман аст, туфайли ишқу садоқати бепоёни ман аст. акнун ту бигӯ ки қалби кӣ зебо аст? мардум ҳама дар ҳаяҷон шуданд. қалби он ҷавон ки зебо мегуфт дар ҳаяҷон шуд, қалбаш шикаст. ва медонед, он ҷавон бо як дасти ларзон, бо чашмони гирён тиккаи қалби худашро гирифта ба қалби ана ҳамон пирамард пайваст кард ва гуфт: медонӣ, қалби ман воқеан ҳам зебо буд ва акнун ки ман тиккаи қалбамро ба ту ҳадя намудам ва аз ту тиккаеро гирифтам, қалби ман боз ҳам зеботар гашт. дӯстони азиз, биёед тиккаҳои қалби худро барои ҳамдигар дариғ надорем, чун устод фармуданд:
آشیانگر می گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوه سربلندی ما گذار. آشیانگر پست باشد باد ویرانش کند، چوجه هم بازیچه طفل فلخمانش کند. آشیانگر می گذاری در دل انسان گذار، از ره مهر و وفا و شوقی بی پایان گذار. نیست چون که هیچ چیز از دل انسان بلند، آشیان مهر خود در مغز جان گذار. آرزو میکنیم که قلب همه شمایان با وجود تمام ضعف ها و شکستگی ها و خالگی ها و دردهایش عزیزان همیشه زیبا باشد، همیشه محبت جای داشته باشد در قلب شما. یک قرصک زیبا میزنیم به خاطر قلب های زیبا. سلامت باشید. اینجا اسکندر جان فیض‌الدینов البته ترانه های زیبا رو میسرایند. من بچه بودم، ساده و نادان بودم، از پس از شام و سحر گرگی تو سرسان بودم. ناگهان زاغ سیاه با خبری شم آمد، یار یاری شبی تویت چشمی گریان بودم. ناگهان زاغ سیاه با خبری شم آمد، یار یاری شبی تویت چشمی گریان بودم. سرسان بودم. ناگهان زاغی سیاه با خبر شم آمد، یار یاری شبی توی از چشمی گریان بودم. سرسان بودم. ناگهان زاغ سیاه با خبر شم آمد، یار یاری شبی توی از چشمی گریان بودم. یار یاری شبی توی از چشمی گریان بودم. آه من بچه بودم، ساده و نادان بودم. تشکر زیاد. سلامت باشتم. من باز یک سرودی نو می عرفه ایدی نوروز به مخصوصا برای شما مخلص عزیز آماده کردم. مرحمت برای شما خواندم ایتیم. مرحبا. همتون رقص به دعوت میکنم. مرحمت بدرود. برو صدقه نازت شوم، صدقه رقصت شوم. برو صدقه نازت شوم، بیرقص صدقه رقصت شوم. اسم شوم حلقه شوم، سرمه چشمت شوم. ناز مکن تو را من
جانی بیمارم توی تو، دوایی درد و درمانم توی تو، علاج جانی بیمارم توی تو، دوایی درد و درمانم توی تو. به سیر باغ و بوستان حاجتم نیست، به خانه باغ و بوستانم توی تو. برو صدقه نازت شوم، برقص صدقه رقصت شوم. برو صدقه نازت شوم، برقص صدقه رقصت شوم. اسم شوم حلقه شوم، سرمه چشمت شوم. ناز مکن تو را من یارت شوم. دیدیم من، همه نیکو بدان را دیدیم من. هریانی جهان را دیدیم من، همه نیکو بدان را دیدیم من. مثالی تو فرشته زمینی، به دل نزدیکتر ندیدیم من. برو صدقه نازت شوم، برقص صدقه رقصت شوم. صدقه نازت شوم، برقص صدقه رقصت شوم. اسم شوم حلقه شوم، سرمه چشمت شوم. ناز مکن تو را من یارت شوم. فرمایید اسکندر جان. این عشق سینه سوز که این عام زندگی است، یک غلغله در عالم آرام زندگی است. آغاز او خوش است چو آغاز بخت ماست، انجام او مباد که انجام زندگی است. عشق است که زندگی ز دل سرشار است، عشق است که خاک تیرمش الزار است. از عشق بگویم که جز این حرف کهن، حرف همه مردم جهان تکرار است. گلرخسار واقعا هم درست قید نمودند. از عشق بگوییم که جز این حرف کهن، حرف همه مردم جهان تکرار است. شاید که تمام حرفهای مردم جهان تکرار شود، کهنه شود، لیکن کلام عشق، کلام محبت هیچگاه به هیچگاه تکرار نمی شود، پیر نمی شود. دوستان عزیز و ارجمند، چون فصل بهار است، فصل دوستداری است، فصل عشق و مهربانی است، این از میخواستم یک قصه عاشقانه رو بهر شما پیش آورم، قصه لیلی و مجنون. باری لیلی از مجنونش پرسان می شود، میگوید مجنون تو به من بگو که چقدر مرا در زندگی دوست می‌داری، تا چه اندازه تو مرا دوست می‌داری که تو رو مجنونی من می‌خوانند مردم. مجنون به یگان فکر و اندیشه میگوید لیلی من تو رو به اندازه چشمهایت، من تو رو به اندازه چشمهایم دوست می‌دارم. لیلی در تعجب می‌افتد، میگوید نخود تو مرا اینقدر کم دوست داری، آخر چشمان تو کوچک هستند، نخود من اینقدر کم قدر داشته باشم. مجنون تبسم میکند، میگوید عزیزی دلم، هرچند چشمهای من کوچک باشند هم توسط این چشمها من تمام دنیا رو میبینم. پس عزیزی دلم، به اندازه تمام دنیا دوستت دارم. دوستت دارم را من دلانگیزترین حرف جهان یافتم. تو همه خوبی من این نکته به تکرار بگو، دوستم داری را از من بسیار بپرس، دوستت دارم را بر من بسیار بگو. وقتی که من بابت کهنه نگشتن کلام عشق سخن میگفتم، استاد عزیز حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینов نگاه های پرمعنی میکردند و شاید استاد با این نگاه ها میگفتند که کلام زن، کلام مادر و کلام البته خدای متعال نیز هیچگاه کهنه نمیگردد و از زبان ها بیرون نمیرود. پس دوستان عزیز، به خاطر عشق، به خاطر محبت، زن، مادر، خداوند، قرصک زیبا و بلندترین رو بزنیم. استاد عزیز هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستانی شام در خدمت ما و شما قرار دارند. تشکر.
عشق گویتان تا روزا میخونی من قطعی بیده پیر شبکش نی کسی که عشق نیست گویده که حیات نیست. این عشق البته در دلی هر یکی ما باید که باشه. خطای من است. که دنیای عشق ببینه که بعدن اینجا برادرها چی که طلب کردن خوانده میدیم. همین در حیات 3 بار خداوند 3 مراتب خداوند انسان را میداده است. اگر تا بده خداوند 3 مراتب میداده است. 3 مراتب قبضه میگیری، قبضه نگیری دیگر من میگرده. برای همین خدا گوییم که همین در حیات چی که نیت داریم نگه زن صالحه عائله رو دولت رو همش رو بالا مبردگی چیز این زن است. ما مردکا این گوز نمیگیریم ما مرد البته ما مرد هستیم، فقط ما مرد پشت و بام اساس زندگی اساس اهمیتیتون خو کدام عائله که پیشرفته باشه زن در پیش است، زن صالحه است، زن فرزند رو تربیت کردیده است. برای همین زنها سلامت باشتن. یک شیرک موقع طلبی اهل نشست شعر از استاد لایق خطای من است. تو را دوباره نجوستم خطای من است. تو را دوباره نجوستم خطای من است. ملامتی همه دنیا جزای من است. تو بودی بختی منو بخت را رها کردم. تو بودی بختی منو بخت رها کردم. شدم به بختی تو زامین جفای من است. شدم به بختی تو زامین جفای من است. را چو در دل خشتن فرو کشتم. یک عمر خونی دل خوردن جزای من است. به خود نمیرسم اکنون که از تو من دورم. نمیرسم به مراد خطای من است. شدم به بخت تو زامین جفای من است. شیرم و گیر
آزای من است. شدم به بختی تو زامین جفا جفای من است. ای عزای من است. ای خطا خطای من است. دوامی روزگاری رفتگانم، من نشانی آدمانی بی نشانم. من به هر یک عسکری از یاد رفتم، یادگاری بی گزندی جاودانم، یادگاری بی گزندی جاودانم. من جوانم، من جوانم، من جوانم، من نشانی آدمانی به نشانم. عشق ناور زیده هر نامی، در براری عشق من یابد فرار. نامه‌ای ننوشته هر نام را، با سرودی من رسد بر دست یار. با سرودی من رسد بر دست یار. من جوانم، من جوانم، من جوانم، من نشانی آدمانی به نشانم.
نشانی آدمانی پیشانم، من دوامی روزگاری رفتگانم، من جوانم، من جوانم، من جوانم. سلامت باشم. شرفت جان همه جوان بودید که سلامت باشم. اینجا یک چیز است، یک روایت است، ممکن بسیاریاتون میدونید. در یک قشلاق یک قصاب یک کندکار ماهر زندگی میکرده است. قصاب هر باری که مال میکشد نیمی مالش همون خلق کمیزاده تقسیم کرده میداده است. این سالها میرفته است، لیکن آن استوی چوبتراش کندکار ماهر بی نهایت زیر پول بوده است، قصرهای خوشرو ساختگی بوده است. بعد همون مردم آمده میگم که مردم کمقل میگون چی میشد که تو رنگ همین قصاب نگاه کن چقدر گوشت میتید اشکم مای سیر میکند و تو همون قدر پول داری، همون قدر دولت داری، هیچ چیز نمیتی. استاد هم نمیزند، همون طلب کردگی آمدگی ها رو اخوانه میراند. خوش آمدید تا میگن این موضوع به من نی. خیلی مردم قشلاق بعد میبیند اینقدر ناز نمیبینن. سالها میگذرد میبینن که قصاب یک دو ماه میشد که گوشت نمیتید. بعد همه سرجم میبینم که آخر شما پاماش میدادید، ما با یاردم میکردید، شما هم رنگ همون استا شدید که یک دو سه ماه است که ما با گوشت نمیدید. بعد قصاب میگوید که عذر میبخشیتان، همون استای کندکار 3 ماه پیش وفات کرده. این معناش همین که همون گوشتی که شما میخوردیتان پول همون استا میداد. برای در حیات از روی دید، از روی شنید و از روی گپ و یگان کس بها ندید. شخصایی هستند که در مابین ما چنین نیکی هایی که میکنن که غیر از خدای و خداشان هیچ کس نمیدونه. برای همه خیلی شخصان خرسک زنید. از بسیار تعریف شده است، همین یک کار کنیم اگر 100 خیل کرد در تلویزیون ها نشان میتیم، 100 سوم صرف میکنیم و 10 سال نشان میتیم. برای همین آنچه که میکنیم برای وطن و برای زادگاه باید کی داند؟ خداوند داند. برای آبادی وطن ما بیایتان یک جای آباد کنیم، ما آباد نکنیم هیچ کس آباد نمیکنه. برای همین در آخر یک سرود است از عراقی بزرگ، این به همین گفتهای من تعلق دارد. کعبه را گفتم تو از خاکی من از خاک. یک بار دیگه هر یک شما رو تبریک میکنم. سلامت باشید. کعبه را گفتم، کعبه را گفتم تو از خاکی من از خاک. کعبه را گفتم تو از خاکی من از خاک. چرا گردی تو گردم، ندا آمد، ندا آمد، تو با پا آمدی باید بگردی. اگر با دل بیایی گردی تو گردم دا. با کدام مذهب استین، با کدام ملت استین، با کدام مذهب استین، با کدام ملت استین.
کی کشم عاشق را که تو عاشقی چرایی کی کشم عاشق را که تو عاشقی چرایی خمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم شوب سومه رسیدم همه زاهدی دغایی و زمین چو سجده کردم زی زمین صدا برآمد که مرا حرام کردی تو به سجده ریایی ای به کدام مذهب استین به کدام ملت استین توافی که برفتم به حرم رهم ندادم به توافی که برفتم به حرم رهم ندادم تو برونی در چی کردی که درونی خانه آیی در زدم من که یکی زیدر برآمد در دیر می زدم من که یکی زیدر برآمد که درا عراقی که تو خواست از آن مایی که درا عراقی که تو خواست از آن مایی ای به کدام مذهب استین به کدام ملت استین که کشن عاشقی را که تو عاشقی چرایی که کشن عاشقی را که تو عاشقی چرایی سلامت باشتم سلامت باشتم رحمت جان رحمت دارم ما همون وقتی که گفتیم با گذرانده هم رفتیم این شبی نوروز اساسی است یعنی غنیمت میخوانیم و هم ما خانمانگی هم تبریک کنیم مالش باز یه بار دیگه شما با سلامتی عمری دراز اما تا اینجا سرخوندیم هم فردوس جان کارمنده علاقم بودی شما همه نظم دیگه نه چونکه نه اساس دولت پایه دولت این به شوخی من بسیار خرسندم که یک از پسرخوانی من در همین نظارت کار میکنی دولتی ما قوتی ما اساسا از مهنت شما وابسته است عمری دراز سری بلند و من پدری عزیز
من مادرای عزیز، من اویلاتون، فرزندکا چی نیت میکنه هم به خدا رسانه. الهی همین خیلی مونه فدراسیون دویم ما از تو فخر کنیم. برای همین این کدام سرود دوست می داشت مبارک جشن میلادت گلی من. نوری دیدم اینجا سال خولی میکنیم من ریت رقص کردن که عدوت رقص این استولوی گریتون برام مادر برام منظر زی جان و دل مینت با که زیری گنبدی احزر تو رو بحری دلی من زاد که زیری گنبدی احزر تو رو بحری دلی من زاد مبارک جشن میلادت گلی من سری سبز دلی شادت گلی من بران چشم بران دریا هزار احسن هزار احسن بران چشم بران دریا هزار احسن هزار احسن کی تو رو شسته‌ای در آن سپس دل بسته‌ای با من کی تو رو شسته‌ای در آن سپس دل بسته‌ای با من مبارک جشن میلادت گلی منم برام پای راهی باری سنا و حمدی بی پایان برام پای راهی باری سنا و حمدی بی پایان کی ما را رو برو آورد در این دنیای سرگردان کی ما را رو برو آورد در این دنیای سرگردان مبارک جشن میلادت گلی من سری سبز دل شادت گلی من مبارک جشن میلادت گلی من سری سبز دل شادت گلی من سری سبز دل شادت گلی من تشکر سلامت باشتم از ما رضا و نارضا یک سال عمری ما گذشت مرحبا از ما رضا و نارضا یک سال عمری ما گذشت هم بی بها هم با بها یک سال عمری ما گذشت
رنگی از رسته های عاشقی ما آشنای و آشنا یک سال عمری ما گذشت از روز باید سال کرد از سال باید عصر کرد این از یاران مدعا یک سال عمری ما گذشت این از یاران مدعا یک سال عمری ما گذشت از ما رضا و نارضا یک سال عمری ما گذشت سلامت باشتان تا سال دیگر با زیاد شویم و کم نشویم راضی شویتان کافکوبی های گرم شما و هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی اسرائیل خان فیض‌الدینов سربلند و جاوید باشید. مرحمت علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان اسکندر جان فیض‌الدینов بهر شما نیز جهان سپاس بیان میکنیم به اهل دسته ساز و آوازی ایشان. البته درود میگوییم، سپاس میگوییم، دستان شما درد رو نبیند. تمنا میکنیم که عزیزان دل در خاندان هر یکی شمایان همیشه نوروز باشد، همیشه خوشحالی توی و شادی باشد و البته ما اهل سنت در خدمت هر یکی شما شادی شریکی یک و یکی شمایان باشیم. سپاسی بی پایان. زنده باشید دوستان عزیز. میگویند باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست، گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. مهمانان عزتمند، دوستان ارجمند، باری دیگر خوش آمدید. تمنا میکنیم که در وطن عزیزمون همین خیل محفل های زیبا باز هم زیادتر برپا شده استاد. اینچنین این لحظه سپاس میگوییم با رهبریت طربخانه با شکوه ریحان و البته با استودیوی جلال مومینов. دوستان ارجمند، برای بازدید، برای تماشای این برنامه زیبای کنسرتی شما میتوانید با شبکه یوتیوبی جلال مومینов پیوست شوید و همین گونه برنامه های زیبا رو باز هم مشاهده کرده باشید. شما دید باری دیگر سلامت باشید.